روز 2 نوامبر سال 2022 هنگام فرود آمدن در فرودگاه شهر ایرکوتسک روسیه چرخ هواپیمای شرکت اورالسکی آویالینی تمغه ایروبوس A320 از کار برآمد و پیلوت‌ها با یک عذاب توانستند که هواپیما را بشینانند. در این هواپیما 89 نفر، 6 عضو اکیپاژ و 83 مسافر از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به ایرکوتسک می آمدند. خوشبختانه با وجود نشست مشکل کسی از مسافران و اعضای اکیپاژ آسیب ندیده است. در اینترنت ویدیو لحظه چگونه نشست این هواپیما نشر شده است. ثبت ویدیو کامراهای نظارتی فرودگاه ایرکوتسک در تلگرام کانال سلیوا ایرکوتسک نشر شد. در این ثبت دیده می شود که برابر به زمین رسیدن هواپیما از شاسی آن دود به هوا برمیخیزد، ولی پیلوت‌ها برای خود ادامه داده در آخر توانستند که هواپیما را بدون چرخ‌های شاسی در خط نشست و خیز فرودگاه رست کنند. در شرکت اورالسکی آویالینی این حادثه را به کار نکردن سیستم پنوماتیکی شاسی ها ربط دادند. قضیه را دادستان‌های نقلیاتی منطقه‌های اورال و سیبیر شرقی تحقیق کرده ایستادند. قبلا گزارش شده بود که چرخ‌های هواپیما هنگام نشستن کفیدند. گفته می شود که یک بار 4 چرخ هواپیما کفیده است، ولی در دادستانی نقلیاتی منطقه سیبیر شرقی گفتند که مشکل در خراب شدن شاسی‌های پنوماتیکی بوده است. بنا به گزارش‌ها در پی این حادثه فرودگاه ایرکوتسک یک مدت قبول هواپیماها را بازداشته است. فعالیت کامل فرودگاه تنها بعد از خط نشست و خیز آن به کنار کشیدن هواپیمای صدمه دیده از سر گرفته شد.